امروز کی روزی جشنی زاد روزی شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک، عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست. سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام ای مردمی فرهنگ دیده. السلام علیکم مردمی عزیز، مخلصانی عزیزی ما، دوستان و البته مسافران. سلام میرسانیم به تمام مسافران که در بیرون از وطن هستند و البته یاد وطن میکنند. امروز جماعی ما در کوهستانی دهه آهلیک برای تبریک کردن الهام مک حاضر هستیم. از نام دادرشان اکرامک که در مسافرت هستند، از نام مادر عزیزشان مطلوب خاله، امروز پدر عزیزی خاندان، برادر عزیز را تبریک میگوییم و البته همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان ما سر میکنیم، آغاز میکنیم. رفتیم. مادران مهربان، السلام علیکم. با امروزه روز خورسندی بر خانواده الهام مک خوش آمدتان میگویم. برای ما الهام مک لازم هستند. الهام مک و البته ارادایتی صاحب خاندان یک جای نزدیکتر میستیم و مادر مهربان مطلوب خاله شما هم میانه شما تکلیف میکنیم. الهام مک نزدیکتر میستیم. مرحمت بدیانم با نزدیکتر. السلام علیکم. مطلوب خاله، امروز خاندانتان ما روز خورسندی بزوی زیبا زادروز الهام مک، زادروز الهام مک جشن گرفته ایستادیم. الهام مک سورپریز شد می نمی راست است. نام کی آمدگی ما راست است. از نام آن نفر که چون که شما برای آن کس همچون پدر، بعد از درگذشتن پدر حالا من مکتب خواند بودم، مکتب می خواندم. بعد از که پدرم درگذشتن برای مادرم قوت دل شده، برای انم ویجانم همچون قنات شده دست یاری رساندن، مرا با وای رساندن. من در چهرهشان یک روی پدری را میبینم. از نامی که آمدگی فهمیده من؟ از نام اکرامک که در مسافرت هستند، از نام کلید پاشای خاندانتان، از نام مادر عزیز مطلوب خاله شما تبریک میگویم. زاد روزتان مبارک. امروز اکرامک میگویند برادر من، اکای من برای من اکا نیو همچون پدر برین، چون که ما از پدر بر وقت جدا شدیم. من صنف هشتم صنف بودم که تقدیر بوده است، امر تقدیر بوده است، پدر ما را ترک کردند و از آن روز برای من قهرمان زندگی من بودند. مرا تا حد امکان صاحب کسب کردند، صاحب عائله کردند، صاحب بخت کردند. مادرم را تنها نگذاشتند. تا حال باشد خبرگیرک مادرم، من که در مسافرت میگردم خبرگیرک خاندان ما از جنهایشان، از حال و احوال عائله من هم با خبر هستند. مصلحتچی من و سه خواهر من. ما در چهره همین مرد خاندانمان البته چهره پدرم میبینیم. برای همین هم برای امروز صاحب جشن برای الهام مک رفته برای پدر شیرخان که همچون پدر هستند برای من. پدر سردفتری بینای فرزند، پدر سردفتری بینای فرزند، پدر گنجینه ای دستان فرزند. پدر راضی خدا راضی بگفتند، پدر پیغمبری دنیای فرزند. پدر سوزد ولی دردش نهان است، پدر گرید ولی اشکش ناعیان است. پدر دلداده ای فرزندی دلبر، پدر میرد ولی مهرش همان است. پدر گوینده ای پند و نصیحت، پدر جوینده ای نانی به مهنت. در حقیقت اکای من، برادری من برای من
چخین که یک مهنتی حلال کردن من را صاحب آیله و صاحب بخت کردن هزار رحمت تا دنیا باشند هیچ وقت در غم زندگی را نبینند. امروز زاد روزشان مبارک. خدا کند که مادرم برادرم اهل آیلمان همیشه صحت سلامت باشیم و همین مادرم و همراهی برادرم و زیارت کعبه الله فرستادن برای من نصیب کند گفته برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین را آماده کردیم همچون تحفه. اگر مهمانان قرصکی بلند زنند اگر با کتاب را پیشکش میکنیم. زاد روزشان مبارک. مبارک باشد. زاد روز مبارک. مطلوب خاله امروز از نام فرزند عزیزتان که در مسافرت هستند میگویم یاد کردم بی جان شما چهره پر از نورتان را آن لفظ شیرینتان را آن خاندانمان که در سر یک دسترخوان می نشستیم جشن زادروزی هر یک فرزند را جشن می گرفتند آن لحظه ها را یاد کردم. خدا خواهد اگر از مسافرت بیایم همه آغوش پر از مهری مادرم همیشه تاج سر کرده میشینم. مادرم اهل آیلم فرزندم خواهرم برادرم همه اهل وطن را یاد کردم. امروز باشد از نام خودتان مطلوب خاله از نام اکرامکه الهام مکر تبریک میگویم. مرحبا. السلام علیکم مهمونا کرامی آمده که مهمونا خوش آمدیتون و در روی بچه من میخواستم که بچم سر بدراد حضوری نیوروش بیند حضوری بچه خوش بیند ساخ سلامت عمرش دراز رسمش فراز کن هم موتون خوش آمدیتون نوری دیده تاج سر بگیم. رحمت تشکر میگویم و البته ساجده خاله مرحمت از نام خواهران خواهر کلانی مرحمت. تبریک میکنم این صدر رو روزای کاندید به من خیلی گذره حضور بچه ها تبی رحمت تشکر میگویم و فرزندان را تکلیف میکنیم. مرحمت فرزندان یا شما نزدیکتر میستیم. مرحمت نیت های نقص و نیک را برای امروز داده جان عزیز میرسانیم. مرحمت. السلام علیکم همه یکتون خوش آمده. پرزیدنتون که تبریک میکنم صد بدروه الهی همه بیم کتی خوشت پیش روه سرکتون الهیم درد نبینم همه وقت خوش و خرسند شده گرده صد بدروه. السلام علیکم همه یکتون خوش آمده ملالک صد بدروه همه وقت ساخ سلامت گرده سریمون با بیونم که خوشا پیر شده هیچ وقت درد و غم نبینه. سلام علیکم اکا جان صد بدروه یعنی که خوشا پیر شده چی نیه داره نیه کتون برسه. تشکر میگویم البته الهامات از نام پسران عزیزتان از نام نوریدین و دادرشان که حاضر خدمت خربی به البته از نام آن کس شما تبریک میگویم. شما در حقیقت برای فرزندان برای اهل خانواده برای خواهر و دادرتان یک انسانی نمونوی هستید. برای آنها سر و بر شده از دم خوردی برای آنها مصلحت چی شدگی انسان هستید. همیشه صحت سلامت باشید تاج سر طلایی شده گردید. امروز زادروزتان مبارک باشد. حاضر ما تا تیار کردن امروز سرودهای شوق میخواستیم همراه شما فوتوسسی کنیم و البته در اینجا جوره ها شده نه هم صنفا یعنی جوره های تبریک میگه که هستن می کدام از را جک زنیم مرحبا جمشید اکا مرحبا. تا توانی دوستان را گم مکن دوستان مهربان را گم مکن در جهان به دوست گشتن مشکل است مشکل آسان کن کسان را گم مکن. مرحبا.
همه آدم با خدای تعالی خدای مهربان امور درستی هم همه خلام بام خیلی امور درست داغیم ریسک فراز همه خیلی ایلامکم هم حج بروان سرا حج بفرسونم خدای مهربان خدای تعالی امور درستی هم سرکی بچه ها با ریسک فراز هیچ وقت کمبودی ها نبینم خلا جان شما بارین پیر و دولت شما هیچ وقت روزی بد نبینم ایلو ماماکی پیر و دولت شوه حج بروه حواس بگیره موهونم و همون روزکو نسیستگی باشم رحمت تشکر میگویم تشکر. البته مادر عزیز همراه شما همراه اهل نزدیکان یک جای رسم بگیریم در این کوهستان زیبا. اینا ببینید که باد و هوای آرام و شیرین بعد از آن میرقصیم خرسندی میکنیم. حاضر باشد من اپراتور ما در خدمت شما هستم.
Yolum,
من بیننده های عزیز، امروز روزی خورسندی جشن زادروز را همراه شمایان به هم دیدیم. میگوییم با ما باشید، با شبکه شهناند خود را احتیاط کنید.